زوج بسیار زیاد مشهور هستند، معروف هستند و همگی دوستشان دارم. کریستیانو رونالدو ستاره موفق دنیای فوتبال 41 ساله، البته با سن 41 سال همراه با جورجینا رودیگرز مدل و انفلوئنسر 32 ساله. البته 10 سال میشد که این دو دانه با هم بودن و حتی طفل دارن. روزه زن و شویی که 1 سال عروسی میکنن با هم دیگه جور نمیاین. در ارتباط بودن و تا فعلا 5 فرزند دارن، دختر و پسر. ای زوج موفق و خودش هم یک خانم موفق است در عرصه تجارت. قرار بود در مادرید بگیرن امی جشن ازدواج خدا. چادرک بلند میکنن میبینن که نه جورجینا نیست، کسی دیگه است. آبروی ما بردم. یک دانه 2 تا خارجی. هر چند سال بعد عرض سلام خسته نباشید خدمت تمام شما عزیزای بیننده. امیدوار هستم که همگیتون خوب و صحتمند باشین و دور از گزند روزگار باشین. عزیزای دل، بازم خوش آمدین به یکی از برنامه‌های دیگه ما و در این برنامه قرار است که صحبت داشته باشیم در رابطه با یک دانه 2 تا خارجی. ولی قبل از اون میره براتون بگم که آبروی ما بردم. هر چند سال بعد چند سال بعد من تو یک دم اصحاب خراب میشه و میگم بیا کمک تغییرات در خودم بیارم. بازی باعث از این میشه که پسان بسیار زیاد پشیمان میشم، مثل قطع کردن ناخونایم که ناخونایم کوتاه میکنم، مثل از این که البته من رشد ناخونایم خوب نیست چون کلسیمم کم است، ببخشید کمبود کلسیم دارم. و مثل رنگ کردن مویم، مثل رنگ خوی نوبت خیر بدلم شدم و دیگه نوبت رو میگم مثل قیچی کردن مویم. و این نوبت چیکار کردیم که ابرو رو بردیم، ابرو رو قسم بردیم که ابرو رو چیندیم. من عادت ندارم ابروی ما بچینم، ولی چند سال بعد 3 سال 4 سال بعد یک باری کارا میکنم و قسم که نمیاله میبینین دیگه رفت او ابروی دبلم رفت پشت کارش حال نیست. خب که قصر از اینجا شروع بکنیم که یک زوج بسیار زیاد مشهور هستن، معروف هستن و همگی دوستشان دارم. کریستیانو رونالدو ستاره موفق دنیای فوتبال 41 ساله، البته با سن 41 سال همراه با جورجینا رودیگرز مدل و انفلوئنسر 32 ساله در منطقه کاسکایس اینا به طور رسمی ازدواج کردن. البته این خبر ازدواج از اینا بعد از این است که 1 سال قبل رونالدو بر جورجینا پیشنهاد نامزدی داده بود و جورجینا هم قبول کرد و این بعد از 1 سال نامزدیشون امروزه ازدواج کردن با یک دیگهشون. شایعات بود قبل از ازدواج از اینا که یک لیست منتشر شده بود و گفته بودن که لیست افراد اشخاصی است که به احتمال زیاد عروسی از اینا نمیآید و در اون لیست نام مسی همچنان بود و اما یک چند کسای دیگه که در مقام بسیار بالای در بخش فوتبال اینا فعالیت داشتن نام از اونا همچنان بوده. باز انال عروسی از جورجینا و رونالدو نبوده، از کسی بود که یک زوجی بودن که اونا قرار بود در مادرید بگیرن امی جشن ازدواج خدا و همگی فکر کرده بودن که او جشن ازدواج یعنی تاریخش اشتباه گرفته بودن، با جشن ازدواج رونالدو همچنان یکی است. ولی او یک چیز نبود، او عروس و داماد یک کسی دیگه بود، ولی از برکت رونالدو قدر مشهور شدن که بالاخره چهره عروس وقتی که بلند میشه چادرک بلند میکنن میبینن که نه جورجینا نیست، کسی دیگه است. بعد از 1 دهه زندگی مشترک بالاخره جورجینا و رونالدو رسما زن و شوهر شدن، ازدواج کردن. بیشتر از البته 10 سال میشد که این دو دانه با هم بودن و حتی طفل دارن که طفل بزرگش به نام جونیور است، قسمی که زیادترتون میفهمین و حتی او رونالدو میخواد که جایگزین خودش بسازه و بیشتر فوکس از او در سر ازی است که ایرو فوتبالیست بسازه و زیادم سرش تمرین میکنه. جایی که در شرایطی که در روزگاری که امروزه زن و شویی که 1 سال عروسی میکنن با هم دیگه جور نمیاین، اختلاف بینشون پیدا میشه و حتی قرار به این میشه که تو طلاق بدن یک دیگه خدا. این تو زمجم پیدا میشه یا این تو کسایی که مثال 10 سال 20 سال زندگی مشترک می داشته باشن یا بدون زندگی مشترک، مثال زندگیشون جورجینا و رونالدو 10 سال با هم دیگه شون بودن، تازه ازدواج کردن و چندین دانه طفل هم دارن که هر کدام از این طفلکاشون قبل از ازدواج بودن. تعهد، وفاداری، ماندگاری یک نفر هیچ وقت از روی ازدواج، از روی ازی که حتما باید قوم خیشتان باشه، پیوند خونی. و اولین ملاقات این 2 نفر زمانی بود که در سال 2016 جورجینا در یکی از فروشگاه گوچی در مادرید
فروشنده بود، کار میکرد. اونجا ملاقات کردن و با مرور زمان ملاقاتشان بیشتر شد، ولی اینمی ملاقات اولین ملاقاتشان بود و بعد از او در ارتباط بودن و تا فعلا 5 فرزند دارن، دختر و پسر. ای زوج موفق بعد از 10 سال زندگی مشترک با هم دیگه خود اینا بالاخره تصمیم ازدواج گرفتن. به دین و مذهبشان کار ندارم، با ای که در چی جامعه اینا بزرگ شده با او کار ندارم. کاملا یک فلسفه جداست. او واقعا واضح است، آشکار است که فرهنگ غرب است، ولی با وفاداریش اگر گپ زده شود به ای که یک نفر در زندگی خود ما داشته باشیم، ای هیچ ربط به مقبولی و بدرنگی و سیاهی سفیدی شما نداره. عزیزای دل، ببینین یک مرد اگر همراه شما باشه ربط مستقیم به ذات خودش داره. ای که شما بعض کوشش‌ها را می داشته باشین، ای در بعض کیس‌ها نتیجه را میده. اما همیشه که فکر کنین شما فداکاری کنین، همیشه که فکر کنین که خودتان فدای یک مرد بکنین و مرد در زندگیتان نگاه بکنین، ای کاملا یک مفکوره غلط است و هیچ وقت به انجام نمیرسه. و اینا فکر کنین بعد از 10 سال زندگی مشترک با هم دیگه، خودت اولاد دارن، آل بالاخره اینا با هم دیگه خودم نظر شد سیز خیال ما 1 سال پیش نامزد کردیم، حالا عروسی میکنیم. و فرهنگ‌ها مختلف است، آدم‌ها مختلف است، در جامعه‌های مختلف انسان‌ها بزرگ میشه و این تمامش تاثیر داره بر ذهنیت انسان‌ها، به نحوه از اینکه اونا چه قسم پرورش می‌یابن. ولی بحث از این است که انسان چه قسم یک نفر در زندگی خود داشته باشه. و یک مراسم خصوصی بین خودشان داشتن که در یک ساحل بود، این برگزار شد و اونمو اقارب و دوست آشنای خودشان در این محفل حضور داشتن و آمدن. این مراسم ختم و بخیر شده، بالاخره رسمی فعلا زن و شوهر هستند. در جامعه و در جایی که امروزه هیچ سند، هیچ مدرک که باعث ازی شده نمیتونه که یک نفر شما در زندگیتان نگاه بکنین. هیچ کس تضمین از این ناورده که فلانی شخص با ما تا 10 سال آینده است، تا 20 سال آینده است. و این جالب است که با یک نفر 10 سال زندگی بکنی. واقعا بر ما یک چی جالب است 10 سال با یک نفر زندگی کنی، از او اولاد داشته باشی و بعد از او ازدواج بکنی. یعنی در فرهنگی که ما بزرگ شدیم، در جامعه که ما تولد شدم و پرورش یافتم، بر ما یک چیز جالب است. شاید دلیل و ربط مستقیم به دین ما، به جامعه ما، به مردم ما داشته باشه، از این خاطر با ما جالب است. ولی برای این مردم که در اونمو فرهنگ، در اونمو محیط کلان شدن، بزرگ شدن، سر روحیه و هر آن اخلاقیات دیگه از اونا وقتی که جامعه تاثیر میگذاره، برای اونا چیز جالب نیست، کاملا یک چیز عادی است و میتونن که داشته باشن تصامیم خدا و کارکردهای خدا و از این چیزا را. و خود جورجینا رودیگرز که است دوستا، با گفتن این کلمه که من جورجینا هستم به نام انفلوئنسر در خود اینستاگرام بسیار زیاد به شهرت رسید و بعد که ملاقاتش با رونالدو آغاز شد و ادامه پیدا کرد. اینا تنها شریک زندگی نبودن به هم دیگه، بلکه در حوزه های مختلف از قبیل برندها و سرمایه گذاری در شرکت های مختلف ای دو با هم دیگه خود کارم میکردن و سرمایه گذاری میکردن، تجارت میکردن با هم دیگه شون. همچنان که نمیاله اگر سرمایه جورجینا گپ بزنیم، یعنی سرمایه کم نداره، سرمایه یک مقدار زیاد داره. شاید به سرمایه رونالدو نرسه ولی یک مقدار سرمایه زیاد داره و خودش هم یک خانم موفق است در عرصه تجارت، در عرصه مدلینگ و همچنان در بخش اینستاگرام. و کسایی که اینا رو میشناختن و فالوور از اینا بودن، از این تصمیم بسیار زیاد استقبال کردن و مردم زیاد به اینا علاقه نشان دادن، به این تصمیمشون. و امیدوار هستم که همه شما عاشقا برسین به عشق یک دیگه‌تان و ازدواج موفق داشته باشین با هر کسی که دوستش دارین و کنار هم دیگه تان زندگی خوب و خوش را رقم بزنین و همیشه موفق باشین. و تشکر از اینکه ویدیو رو تا اینجا بیننده بودین، همراهی کردین. مرا وقتتون بخیر باشه و سلامت باشین. عزیزای دل، تا برنامه بعد که بازم با خبر خوش، با ولاگ خوش، با ویدیو خوش برتون بر بگردم. همه تان به خداوند پاک و لایزال میسپارم. شب و روز خوش داشته باشین و از گرمی پاکستان نجات پیدا کنین و همیشه زندگی برویتان بخنده. خداحافظ.